تاجیکا باید هر جایی که باشن قبل از همه با هم دوست باشند، برادر باشند، همدیگر رو دستگیری کنند، نسبت همدیگر غمخوار باشند، برادر باشند. در نوبت اول. در نوبت دوم با همه برادر مؤمن مسلمان. در نوبت سوم با همه انسانیت و بشریت خیرخواه و کمک و دستگیری و مهربان و خیرخواه. وظیفه اساسی تمام پیامبران از آدم تا خاتم تا حضرت محمد علیه السلام، وظیفه اساسیشون چی بود؟ یک بار اندیشه کنید چی وظیفه داشتن اینا؟ پروردگار به اینا چی گفته بودن؟ به اینا چی امر میکرد؟ اینا چی کار میکردن؟ همین پیامبران خیرخواه انسانیت و بشریت، عزت و برکت و سعادت دنیا و آخرت این انسانیت و بشریت رو میخواستن. اگر چنین نباشد، حالا ببینید در طایف وقتی که پیامبر علیه السلام رو سنگسار کردن، از پایهای مبارک خون میریخت، یعنی به دستی کودکا. بزرگسالای طایف کودکا را اشاره کردن، گفتن بزنید این مرد سنگسار کنید، بیرون کنید از این محل. خب زدن سنگسار کردن، از بدن مبارک، سر و رو پای مبارک پیامبر علیه السلام خون میریخت، خونشار بودن. پروردگار ملائکه های وابسته به کوه را فرستاد، ملائکه الجبال. اومدن گفتن که محمد اگر شما دعا کنید ما این قوم رو، یعنی طایف رو، مردم طایف رو، بین این کوهی که دیگر طایف در بین کوه هست، این قوم رو بین این کوه نیست نابود می، غیر از تاریخ بعدشون دیگر هیچ چیز نمیماند. پیامبر خیرخواه انسانیت به. حالا یک مسلمان در طایف نبود، یک مسلمان نبود، یک تا لا اله الا الله میگفتگی نبود. حالا محمد رسول الله هم نی لا اله الا الله میگفتگی نبود، یک نفر. لیکن اللهم هدی قومی فانهم لا یعلمون. پروردگار این قوم رو هدایت کن، این قوم رو هدایت کن، این قوم رو برکت بده، این قوم رو عزت بده، این قوم رو هدایت کن. اینا از روی اینو اگر اینو میدونستن که من پیامبر هستم، هرگز من رو سنگسار نمی کردم. که در مسجد خنجر میزنی، در مسجد هم میتر کنی، نمازگزار به قتل میرسونی، کنی هم مسلمانیت رجوع هست همون امتی محمد بدند، فقط مسلمان میکشی. همه این گروه های تندرو رو، گروه های غیر مسلمانی بدخواه مبلغ گذاری میکنن، تأسیس میدهند، بجا میارن، به خاطر نکن کردنی، بدنام کردن اسلام و مسلمان. به خاطری که اسلام رو تمام عالم آرزو میکند که روزگی پروردگار رو میخواهد، روزگی پدر و مادر رو میخواهد، پدر و مادر رو بالای چشم دیده همچون مغز اینون میبردارد مسلمان، فرزند رو تربیه میکند، زن رو دوست میدارد، نظام عائله‌داری وجود دارد. کشورهای غیر اسلامی چرا اسلام قبول میکنن؟ به خاطر میبینن که مسلمان یعنی یک نظام عائله‌داری، احترام پدر و مادر میرود، از پیشونی مادر از پیشونی پدر میرود بوسه میکند، دستی پدر دست مادر بوسه میکند، پدر رو هر چقدر پیر شد همون قدر قدر میکند. آرزوی اسلام این دین رو میکند که من هم نه درست پس پرونچک نشون برون دیگه سراغ هم نکنن در خانه، یعنی بعد مردن هم بو گرفتن هم بعد دیگر رو پیدا هم کنن و ببرند گورم کنن. برای همین و مسلمان ها باید که بیدار باشن، هوشیار باشن، زیرک شوند، از برادری و اخوت و محبت و دوستی چی ضرر دیدگی هستید که به نفاق نیزا یا که به فتنه و به گپی هر بدخواهی می روید. همه این گروه تندرو برای ناکام کردنی، برای بدبخت کردنی مسلمان، بدنام کردنی اسلام است. دیگه هیچ کار دیگر نیست. خب دیگه به اچارایش که نمیدونن، حالا بعضی آدم دست این طریب قپیم از برای خدا یکم شرم کنید، از خدا بترسید. چکار میکنید در صف مسلمان ها، در صف نماز مسلمان فتنه انگیزی کردن؟ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میگوید اگر کسی به علم و قرآن و حدیث دست زند، فسادش از اصلاحش بیشتر است. کسی به علم
دست به قرآن و حدیث بزنن. ما متخصصی رو نمیگیم، متخصص در نظر نیست. امام ابو حنیفه هم بسا زمان فتنه و نزاع و نفاق و خونریزی ها رو دیدگی هستن. نفاق و نزاع چیز مذهبی و دینی و دیگر او به آسانی به وجود اومدگی نیست. این متحدی مردم مسلمان اهل سنت و الجماعه 4 مذهبی بر حق میگوییم. امام ابو حنیفه، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمت الله علیهم اجمعین. احتیاط باشید. حالا هم بعضی جوانایی که 4 حدیث 4 آیت رو مخصوص حفظ کردگی هستن، همه را دیگر گپزنی نمیمونن. از برای خدا قرآن 4 آیت نیست که آخر. حدیث پیامبر علیه السلام 4 حدیث نیست که آخر. امام بخاری رحمت الله علیه میگوید که من از 600,000 حدیث این 7200 چند حدیثی رو انتخاب اختیار کردگی هستن که با تکرارایش هست. و امام غزالی رحمت الله علیه می نویسد که اختلافی که به تفریقه برد فتنه است و قرآن میگوید که الفتنه اشد من القتل. فتنه از قتل بدتر است. امام غزالی رحمت الله علیه میگه اختلافی که به تفریقه برد فتنه است و اتفاقی که به حق تکیه دارد رحمت است. بسیاریا ایراد میگیرن شما پیروی از امام ابو حنیفه، از گفته‌های امام ابو حنیفه میکنید، ما پیروی از گفته‌های خدا و رسول خدا میکنیم. دروغگوی کذاب دجال رو ببینید چقدر مردم رو آوازه یعنی مردم رو آواره و پریشان میکنن. در مذهب امام ابو حنیفه، در مذهب امام شافعی، در مذهب امام مالک، در مذهب امام احمد بن حنبل رحمت الله علیهم اجمعین یگون عملی نیست که او خود از پیش خودش چیزی گفته باشد. فقط در اینجا ما میگیم که پیروی از چیز امام ابو حنیفه میکنیم. ما پیروی از گفته‌های امام ابو حنیفه نمیکنیم. ما پیروی از گفته‌های خدا و رسول خدا و از همون قرآن و سنت میکنیم با درک و فهم درست، با درک و فهم عالم ورزیده خیر القرون، با درک و فهم شخصی که صحابی ها رو دیدگی هستن، نشستگی هستن. این همه به خاطر تفریقه و به خاطر فتنه است. فتنه اشد از قتل بدتر است. دانشمندان اسلام اکثریت کل خلاصه کردم من اینجا میگویند که دشمن از در اختلاف می‌دراید، نه از در قوت.